سلام دوستان گرامی گل گلابی، خوش اومدید به ویدیوی دیگه. امروز اومدیم به آموزش وام بلاک بازی کردن رو بهتون بدیم. خیلی آموزش خوبیه. وارد بازار یا هر اپی دیگه دارید، وارد اپی که هر اپی که دارید میشید سرچ میکنید وام بلاک. صدا کم گرفته بچه این برنامه که حالا اسمش هم توی همون تو دیسکریپشن یا همون نکاتی که اون پایین میذاریم نوشتم. وارد اپ میشید. این مپ نه این که نه فکر کنم اگر شما این بود این یا این مپ، به احتمال زیاد این مپ بود. بذارید فکر کنم این مپ بود. این بود، این مپ یا اون مپ بود. هر کدوم خواستید دانلود کنید. بعدش چی کار میکنین؟ بعدش ثبت میکنید این آپلود شه، وارد گیم میشین. چون نتم روشنه یکم ممکنه دیر آپلود شه، هیچ اشکالی نداره. اما بیاد بیرون. بذار بهتون نشون بدم. بچه ها این آموزش کاملا واقعیه، بدون هیچ نه چرا برای من نیومد اینا نداره. اگر مشکلی براتون پیش اومد عضو کانال روبیکای من شید. اونجا پیرو میخوام بذارم، روبینامو میذارم، بیاد بهم پیام بدید که چه اتفاقی افتاده، مشکلتون رو به من بگید و راهنمایی میکنم. کم طول میکشه بچه ها، تحمل خوب است، صبور باشید. خب بچه ها اینم از این وام بلاک عالی مونه. دیدید؟ بچه هر چقدر بکنید باز اسپام میشه. بعد بچه ها لیول اولش چوب و این چرت و پرتاست، خب ولی لیول های بعدیش تغییر میکنه. مثلا یه بار میدید توی لیول سنگ، لیول آیرون و این چرت و پرتا. بذارید بهتون نشون بدم کاملا واقعی. میتونید اینجا بلاک بذارین. لیول اول بچه بهتون چوب میده، بعد لیول دوم سنگه، چون من خیلی وقت پیش بازی میکردم. خب بچه اینم بود از این آموزش. امیدوارم که خوشتون اومده باشه، چون آموزش خیلی به درد بخور بود در یوتیوب را. خب بچه اینم بود از این ویدیو. اگر برای آموزش های بیشتر میخواین، من توی روبیکا یه کانال دارم، ویدیوهایی که مثلا میخوای من نظرسنجی میذارم، سری وام بلاک یا هاردکور بذارم. این دقیقا میخوایم اینا به تو کانالمون بذاریم. خب بچه ها تا یک ویدیوی دیگر ماچ به کلتون. بوس بوس. خداحافظ.